سلام کنید بچه چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه ما امروز قرار که بریم ماینکرافت انجام بدیم. بچه این کانال جدیده و اولین ویدیویی که داره توش انجام داده میشه. من محمد ایکس مستر هستم. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو بچه ها. لطفا کانال رو سابسکرایب کنید بچه ها. خیلی چیزای جالب داریم. الان بچه ها این شهری که اینجا دارید میبینید اسمش شهر اکسم سیتیه. خب شهر اکسم سیتی اینا رو درست کردم بچه ها و من گفتم که چرا نیم که کانال بزنم بچه ها. من گفتم که تو آپارا باشه تو یوتیوب باشه، ولی من تصمیم گرفتم که توی یوتیوب باشه. و بچه ها من چند تا مودم ریختم دیگه، خودتون که میدونید چند تا مود ریختم همینجور که شما میبینید و دستم خیلی پرو بزنم چون اینجا. بله بچه ها حتما کانال رو دنبال کنید. خیلی ممنون میشم بچه ها. و این دیگه از شهر بچه ها هوا خیلی بارونیه و اصلا خوب دیده نمیشه. من همینطور بهتون نشون میدم از یه بچه ها. حالا تک تک برجا رو برشون اسم گذاشتم، یعنی مثلا الان این برج ایفل رو اینجا میبینید، مثلا من اسمش رو گذاشتم برج نایفل. مثلا اسم این برج SCPR، یا مثلا اسم اون برج غیر خلیفه است. خب غیر خلیفه، یا اسمش برج نمیدونم باید اسمش برج چیه. حقیقتا چرا این برج خراب شدن بعضی جاش. بله دیگه این هم از برج سیاست چاله و چند تا برجای دیگه. بعد بچه ها این شهر الان خیلی بزرگ بشه. الان تو که اینجا داریم میبینیم مجسمه سوپرمن رو اینجا درست کردیم. چرا خراب شده؟ ای خدا. بچه ها این هم از مجسمه آیرون گولم و اینطور مجسمه سوپرمن که خیلی بچه ها این آیرون گولم بود. آیرون گولم که من ماینکرافت من دارم چی میگم؟ ای خدا بچه ها من دارم چی میگم؟ آیرون گولم مال ماینکرافت بود. این آیرون من بود بچه ها. اسمش چی بود؟ آیرون من بود چی بود؟ بله دیگه بچه ها. خلاصه بچه ها ما خیلی ویدیو داریم تو کانال. ویدیوهای زیادی داریم، مثلا مانند مثلا بچه ها دریم لیگ رو بازی میکنیم یا دریم لیگ 2025 رو بازی میکنیم. خیلی بازی های دیگر رو بازی میکنیم بچه ها. جذابه و حتما برید نگاه کنید. شهر اکسم سیتی هم میسازیم بچه ها. من فقط این قدرش رو درست کردم. و بچه ها یه چیزی بهتون بگم، نگید بعدا با مود و اینا. بچه ها من میگردم تو اینترنت عکس رو پیدا میکنم، بعد میام اینجا میسازمش، ولی بچه ها کلن عکسش رو پیدا میکنم اینا رو میسازم. خب ولی بچه ها من فعلا سیستمم اونقدر قوی نیست که بخوام روی کامپیوتر براتون بازی کنم. فعلا روی موبایل براتون بازی میکنم، ولی وقتی که تونستم که یه سیستم خیلی قوی بخرم، اون وقتی که فورزا هورایزون و GTA V و GTA IV و خیلی بازی دیگه هم براتون بازی میکنم. حالا من روی موبایل کنم براتون الان دارم بازی میکنم. بچه سعی میکنم که GTA سان آندریاس رو براتون بازی کنم. خاصا GTA سان آندریاس فکر کنم خوبه، با کیفیت خودش روی بازی انجام میشه، ولی GTA V الکیه توی بازی ها. بله بچه ها ما دریم لیگو داریم، خیلی بازی خفن داریم بچه ها، یعنی بازی های زیادی انجام میدیم. یا مثلا جاست چت، خیلی از بازی های گیم و استریمری و کیفیتی زر پایین تر و شبیه ساز دلالی و خیلی بازی های جذابی انجام میدیم. ولی من بچه ها من شبیه ساز دلالی خانه رو دوست ندارم. من براتون شبیه ساز دلالی ماشین رو براتون میذارم. بچه ها مرسی که این ویدیو رو دیدید. دیگه وقتی به پایان رسیدیم بچه ها. هوا بارونی ببخشید دیگه هیچ وقت درست حسابی ندید. ولی بچه ها وقتی که یه برج دیگه درست کردم حتما بهتون دوباره نشون میدم، چون اینه خیلی بارون میباره تو شهر. برای مثلا خوب نبود بچه ها. من سعی میکنم که برج ایفیل هم درست کنم، برج نایفیل رو.
همینطور چند تا مجسمه دیگه کجا بودن؟ مجسمه ها که خراب شده بودن بچه ها، از وسط نصف شده بودن. بچه من میدونید راز این چیه؟ من حواسم نبود، بعد من مود ریخته بودم، بعد براتون بعد پسر خالم اینا براشون جالب بود، بعد اومده بودن آرپیچی زده بودن، گفتن کیو خراب کنید، اینا خیلی زحمت کشیده بذار اینو خراب کنید، خیلی زحمتاش پایین بوده. اومدن اینطوری با آرپیچی زدن. بچه ببینید آرپیچی صبر کنید، اومدن با آرپیچی زدن منو بدبخت کردن، من باید دوباره پاره بشم تا اینا. من خودم یعنی نه واسه درست سل اینا رو منم درست کردم، ولی خب ببین بچه ها این از این آرپیچی ها زدن، از اینا. بله دیگه سعی میکنم اینا رو درست کنم. خیلی بهشون زحمت کشیدم، واقعا باورم نمیشه که خرابشون کردم. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما بودید. تا ویدیو بعدی و تا ویدیوی جالب بعدی، خدا نگهدار.